دانیل گیمینگ هستم. اومدیم با یه بازی دیگه، یه شوتی مقایسه پرشیا و دنا، ببینیم کدومشون میبرن. لطفاً اگه دکمه سابسکرایب رو نزدی همین الان بزن. میخوایم بریم برای شروع بازی. اول از سرعت ها شروع میکنیم. دوستان ببینید همین چرخای دنا، رینگاش چقدر نورانیه، خیلی قشنگه. حالا بریم تو ماشین. بریم بشینیم تو ماشین. استارتش هم قشنگه. خب ببینیم تو چند ثانیه میتونه 10 تا رو رد کنه. 3 2 شروع. دوستان دنا تو این مرحله باخت و رکورد نباخت، نمیدونم، زود قضاوت نکنید. دنا توی 6 ثانیه 7 سرعت گرفت. حالا پرشیا بریم تست کنیم. دوستان همینطور که میبینید چرخ پرشیا مثلا رینگش از چرخ دنا خیلی قشنگتره. این بنفش طرح مردن هم داره. خب بریم پرشیا تست کنیم که روسیامون نمیکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کور زد. پرشیا 1 دنا هیچ. الان میریم به گور. دوستان کسی نیست اینو وایسونه. تا الان دنا 0 پرشیا 1. حالا بریم برای مرحله دوم. مرحله دوم تمرکزه، یعنی ببینیم کدومشون بیشتر تمرکز داره تا از این بره بالا. اول با پرشیا شروع میکنیم، بعدش با دنا. بچه بریم چه باشه. بریم بالا. تمرکز. او ماشالله پرشیا این مرحله رو میبره. حالا بچه بریم سخت‌ترش. دوستان سابسکرایب کنید تا پرشیا انرژی بگیره. سابسکرایب کردی؟ منتظرم کن. کردی؟ دست در نکنه. دوستان لطفاً با لایکتون به پرشیای بدبخت کمک کنید. خب دوستان همینطور که میبینید بهش نمیرسه. باید یکم بدم بالا. آها همینطور بهش نمیرسه. آها همینطور خوبه. حالا میدیم پایین. اوش نگه میداریم. ماشاءالله ترمزو. خب حالا میریم. اونایی که میگن پرشیا میتونه سابسکرایب کنن، اونایی هم که میگن نمیتونه لایک کنن. بچه ها لطفا کمکش کنید. دوستان پشمام داره میره.
داره میره. بزنم به تخته. ماشاءالله آقای پرشین. دوستان الان پرشیا تونست 2 تا رو رد کنه. میدونی چقدره؟ چه خفن شدیم چرخ جلوش. بچه ها تا الان پرشیا 3 دنا 1 دنا 0 ببخشید. رسیدیم به دنا. خب دوستان دنا ببینیم میتونه این مسافت رو طی کنه یا نه. ماشاءالله دنا، ماشاءالله دنا، میتونی تونست. به کوانک رفت. خب دوستان حالا ببینیم از ساختمون میتونه رد شه. دنا بازا ویدیو رو لایک کنن، پرشیا بازا و شوتی بازا ویدیو سابسکرایب کنن. حالا دنا میخواد از ساختمونی که پرشیا توی لول قبلش رفته بود بالا، از همون ساختمون همون مدلی بره بالا که مطمئنم کوانک نمیزنه. رید که دنا مادر کوانک. دوستان دنا باخت و خاک تو سرش، خیلی هم بیارزه است. باخت. الان پرشیا شده 3 دنا 1 خاک. دوستان حالا ببینیم کدومشون بدون خسته شدن میتونن 800 کیلو طی کنن. این لول آخرمون نیست. زدال زدم. خنده‌دار نبود. خب دوستان بریم ببینیم اول پرشیا میتونه. دوست دارم از توش بدم. هر 100 کیلومتر من ویدیو قطع میکنم. الان قطع کنم. دوستان پشمام ریخته. پرشیا بدون اینکه خسته بشه 100 کیلومتر رو رفته. 100 کیلومتر رو رفته. حالا ببینیم میتونه بیشتر بره یا خسته میشه، ترمز میکنه، بازی من دمیج میکنه، از همینطور که میبینید من دیگه دستم جون نداره و دیگه نمیتونم کین بورد و فشار بدم و همین الان پرشیا 198 کیلومتر رانندگی کرده. دست نداره، لایک نداره، سابسکرایب نداره. سی 4 کیلو 188 کیلو شمردم ننگیره. دوستان ریدم تو ماشین ولی 390 کیلو پرشیا تونست حرکت کنه. دوستان پرشیا الان 390 کیلو شد. الان نه 390 نبود، 391 کیلو تونست حرکت کنه. خودم شمردم ببین دوست عزیزی که داری این ویدیو میبینی، لطفاً به خاطر اینکه شوتی سواری لایک کن. خب الان پرشیا چند بود؟ 4 3. الان پرشیا 6 دنا 1
دنا خاک بر سر، ببینیم میتونه رکورد بزنه یا نه. حالا ببینین دنا خار مادر مثل پرشیا بره یا رکوردشو بزنه. بریم ببینیم. کسایی که میگن دنا برنده میشه لایک کنن و کسایی که میگن پرشیا برنده میشه سابسکرایب کنن. لطفاً مرامی کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنن. به جون دنا، به جون پرشیا. خب یه آهنگ بذاریم و دوستان دنا هم چیز کرد، تلاش خودش کرد. 283 کیلومتر حرکت کرد ولی خاک بر سرش. محسن لرستانی گذاشتم اینطوری شده. حالا چالش بعدی و چالش آخر، ببینیم کدومشون میتونه بدون استفاده از چی بود؟ چطوری دایره بدون استفاده از دودکن. آقا برای من دایره نمیشه، این انصاف نیست. بدون استفاده از این بیشترین دود رو تولید کنه، یعنی بگوزه. تا الان پرشیا هیچ دودی تولید نکرد. بچه ها ولی فکر کنم باورتون نشه پرشیا رید تو این مرحله. حالا ببینیم دنا چی کار میکنه. 1 2 3. حالا از اینا یه دودی داره از خودش بیرون میده، داره زحمتی میکشه. ببینیم میده بیرون یا نه. دوستان داد، شما هم دیدید؟ اگر دیدید لایک کنید. تا الان دنا شو، تا الان باید بگم دنا خاک بر سر شد. دوستان تا الان فکر کنم تا الان دنا شد 5، پرشیا 6. اگر این ویدیو دوست داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب کن. لطفاً اگه ویدیو دوست داشتی لایک و سابسکرایب کن. این کارهایی که من میکنم همش نظرات توه، پس یه ایده هم تو بده. تا ویدیوی بعدی و برنامه بعدی، خدا حافظ.